بیا بهت یاد بدم فقط با 100 تومن یه مانتوی 3 تومنی برای خودت آماده بکنی. یه طرح روی لباست میکشی که میتونه گل باشه، برگ باشه، هر چی که دوست داری. من 2 تا برگ تو جهت مخالف کشیدم. میتونی اسکرین شات بگیری داشته باشی. حالا میام از پایین. گفتیم گره نداریم. توی جواهر دوزی 2 تا دونه کوک میزنم و اضافه نخمو میچینم. 6 تا دونه میل شکسته وارد سوزنم میشه و به صورت ساق دوزی این خط رو میدوزم. ساق دوزی بیچ. اگه دقت کنی سوزنم از پایین دوختم میاد بیرون. اینو ادامه میدم تا آخر خط. حالا با ملیله مشکی یا یه ملیله تیره همون دوخت رو تکرار میکنم دقیقاً کنار همون خط قبلی، فقط با این تفاوت که این دفعه که نخم از بالای دوختم میاد بیرون. دقیقاً همون دوخته و یه دوخت گیسو مانند بهمون میده. اینو ادامه میدم میرم تا آخر. تمام خطوط دور برگمون و وسط برگمون رو با همین دوخت انجام میدیم. برگمون رو با این دوخت خطی انجام میدیم. 2 تا میل شکسته، یه پولک، 2 تا میل شکسته، یک کریستال طلایی، 2 تا میل شکسته، یه پولک و دوباره 2 تا میل شکسته. دوختمو به صورت صاف انجام میدم. دوباره کنارش از وسطاش سوزنم میاد بیرون و همون دوخت رو تکرار میکنم. این دوخت در راستای تو جهت برگم باید انجام بشه. داخل تمام برگا رو به همین شکل دوختمون رو انجام میدیم. این یه تزیین ساده بود. اگه دوست داری حرفه‌ای تزیین بکنی همراه هم باش. عمری اگه نگات کنم از دیدن سیر نمیشم.